بله من هستم رنا. خدایا شکر، خدایا هزار بار شکرت. تا امروز با عذاب وجدان زندگی میکردم. چی شده؟ چرا مرا پیشت خواستی؟ تو مرا به یاد داری اما تو نیست. با ولادتت ما آمده بودم، دخترت ما ولادت داده بودم. به یاد دارم. بسیار بسیار یک گناه بزرگ انجام دادیم. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. با تو دروغ گفتم. چی میشه مرا بابا؟ تو چی کردی؟ من چیزی نمیفهمم. خبر ندارم. بیادرت سرم فشار آورد. زنده است اما تو نیست. برو ازش بپرس. اگه باور نداری برو ازش بپرس. چی را بپرسم؟ منظورت نفهمیدم. دخترت به من داد. دختر من در وقت ولادت مرد. دروغ است، دروغ است. دخترت گرفته بشور رفتم. گفتم صاحب دختر شد. با من بسیار پول داد، بسیار زیاد. گفت هوش کنی برش نگویی. گفت بگو مرده، بگو دخترت مرده. مرد. تو چی میگی؟ تو دخترم من چی کردی؟ دخترم کجاست؟ گپ بزن. دخترم کجاست؟ دخترم چشمایت بسته نکن لطفا. چشمایت باز کن. گپ بزن خواهش میکنم. دخترم کجاست؟ گپ بزن. دخترم اینجا چی جریان داره خانم؟ خانم رها کن. دخترم کجاست؟ دخترم. خانم رها کن.
بالاخره رسیدیم. کم بود که از خستگی پا مرم. ای سهیلا فراموش کردیم نانو خشک بگیریم. فلیس لطفا تنها برو. خواهش میکنم مرا تنها راه نکو دیگه. اوف فلیس اوف. درست است، بیا که بریم. اوف. اینجا بیا. کمک کنه. تو؟ عجله کو، پنهانش کو، زود باش پنهانش کو. آمدم. احمق، من برات کمک کنم داخل ببرش. اونجا نه در اتاق خالی ببرش. سلام. الیف خانه نامده؟ خانه نیست، حتما نامده دیگه. پس اینا را کی آورده؟ نمیفهمم. مامم یالا اومدم. از خریداری آمده، اما دوباره کجا رفته میتونه؟ دخترمو پیدا میکنم. حقیقت پیدا میکنم. کم مونده. اینا را بیبی. آی بیبی دنیز رو زیاد دوست داره. راست میگی، لباس عروسیشم زیاد مقبول است. حتما اینا رو آورده، دوباره به خریداری رفته. حتما. بیبی دیگه چیز هم است. لعنت با شیطان، اینجا من موندم. مست. تو چرا به من کمک میکنی؟ ای ایچ خوشم نمیایه. تا تبایش نسازم دست بردار نیستم. هولیو کجا رفت فلیس؟ نمیفهمم، چند لحظه پیش اینجا بود.
صدای زنگ تلفن هست. توبه توبه. قد کو احمق، قد کو. اینجا چرا قفل است؟ هولیا داخل هستی؟ کمک کن، این باید داخل صندوق بانیم. هولیا گپ ما گوش کن. به نظر مو کدام نقشه داره؟ بیهوش نشده باشه. میشه کلید اتاق دیگر رو برام بتی؟ چی گپ است؟ چی شده؟ با تشویش شدم. تو در اونجا چی میکنی دختر؟ وسایل خود جمع میکنم. براتون نگفتم از این خانه میرم؟ درست است فهمیدیم. اما چی وقت میری؟ حالا خب فهمیدین. چند دقیقه بعد موتر پشتم میایه. حالا مرا راحت بانه تا وسایل ما جمع کنم. درست است هولیا. بریم فیلیس، نباید با تشویشت میشدیم. همه چیز شنیدی؟ برو یک دو نفر بیار تا صندوق ببرن. خانم محترم اینجا چی میکنین؟ از اینجا برو. در کار ما مداخله نکن. این کارتان جرم است. از کی اجازه گرفتین؟ از ما کی اجازه گرفت ها؟ وقتی طفل معظم دور کردن از ما پرسیدن. برو گم شو. تو مانع مشهده نمیتونی. باید حقیقت پیدا کنم. با جنرال قدرت یک دوستی آوردیم. برش خبر بده. امرتون با جا میشه جنرال صاحب. بفرمایید قماندان صاحب منتظر شما هستم. تو نمیری بچیم؟ نه خیر مادر، من کم کار دارم. من میفهمم که تو چی کار داری بچیم. مادر بعد از این برم هیچ چیز مهم نیست. الیف هست. دوسیاره به ما بتین. گفتن باید اتاق کارشان بانم. کاکا شاهین؟
درست است، بفرمایید. توبه توبه. بفرمایید. بیاین، اونا در بالا هستن. بفرمایید لطفاً. زنده باشین. ببینم که چطور میگیم. نه خیر جانم، هیچ برام خوب نمیگه. آی اوه نه خیر. این امتحان کنم. توبه، هیچ کدامش خوشم نامد. یک چند بانندگان دارم، او را یک بار ببینم. تشکر میکنم. روز بخیر. کاکاشاین اینجا چی میکردین؟ اونا سالا به دیدن ما آمدن قماندان. بعضی اوقات خانمای خود روان کردن. ایره پدرتا میفهمه. ای بار ما خواستم که ما به دیدنشان بیایم. شاید دیگه فرصت پیدا نکنم. کاکاشاین شما خوب معلوم نمیشین، یک جای بشینیم گپ بزنیم. دیگه چیزی به گفتن نمانده. یا بهتر است؟ این درست است. یک بار این رو میبینم. امی درست است. کم بود کاری هم چپا شوه. چرا قدر دیر کرد؟
هولیا غذا آماده است، بیا که بخوریم. زود شو. نه خیر نمیخورم. منتظر ایلیف هستم. قرار است که امروز بیای و یک جا غذا بخوریم. درسته، از هر قسم که تو میخوای. ببینین چرا نمیفهمین؟ من باید این قبر را باز کنم. درست است خانم محترم، باز دوزه‌ای پایتان بزنید. ببینین فقط باز کرده سعی میکنم. درست است، سعی میکنم که دخترم داخلش هست. یعنی لطفا درکتان میکنم، اما به این شکل نمیشه. باید از دادگاه اجازه بگیرید. من منتظر بودن نمیتونم. بعد از 20 سال میشه که منتظر باشم. اعلام کنه، اعلام کنه، اعلام کنه، اعلام کنه. بانه همین خانه است. کدام چیز دگام هست یا نه؟ نخیر یک صندوق از سمو را بیارین. من همینجا پایان میشم. در برگشت باز مرا بگیرین. درست است؟ درست است. دنیز بیادر، نمیشه که دخترها را خانه ساخته با مای خوردن ببریم ها؟ خیال بافی نکو بیادر. اگه سایلا یک پیاله چای ممرد بنوشه کافی است. تو بسیار خوش شانس هستی بیادر. یکی دیگه خدا بسیار دوست دارین. درست است، درست است. یک بار ازدواج کنم باز غم تو را میخورم. وعده است؟ وعده است. از زنده باشی داماد جان. هولیا موتر آمد. پیاز کارم هم تمام شد. تمام لباسات داخل الماریس. پس داخل اون صندوق چی مانده میتونه؟ بیاین برین، صندوق لباس این داخل است. خواهر داخل ای چی است؟ مثل جسد انسان سنگین است. جسد چی؟ فقط چند تا لوازمم در داخلش است بس. لعنت با شیطان. اینا دیگه از کجا شدن؟ چرا تلفن ما جواب نمیتی؟ خواستم که بعد از تمام شدن برتان زنگ بزنم. هنوز کار ممرایت خلاص نشده. فعلا باید قطع کنم چون دینی طرف خانهشان میره.
چی است؟ وسایلم است عجله کنین بیادرو. هولیا از اینجا کوچ میکنم. کجا میرم؟ میخوای به خانه جنرال برم. احتیاط کنین احمقو. چیزی شکستنی خود داخلش نیست. اردام بیا که کمک کنیم. نخیر شما دست نزنین خودشون میبرن. چقدر وسایل تو زیاد است. بله. احتیاط کن بیادر. ببینم این چقدر گرنگ است. دایی چی مانده هولیا؟ ایرا میگن بازی به خدا. دینیز دختره با دستای خود برم داد. احتیاط کن بیادر. درست است عجله کنین ببرین. به ساحه نظامی میبرن؟ خودشان میفهمن. طرف ما چی سنگ دارین ببرین دیگه. ناق وسایل تروان کردی هولیا. ما و خواهرت گپ زده بودیم. بعد از عروسی تو همراه ما می بودی. خدا میفهمه تا عروسی شما چی گپ پاشه و من اینجا را تحمل کردن نمیتونم. الیف کجاست؟ یعنی چی که کجاست؟ بعد از خرید خوب خانه رساندمش. وسایلش هست اما خودش نیست. ما فکر کردیم همراه تو است. نه خیر. گفتم شام با دیدنت میایم باز خدافزی که در رفتم. پس او فعلا کجاست؟ چی میفهمم؟ حرکت کو. صدایت نکش. با خانه خود ما میریم. با او دینیز احمق گفته بودم که الیف فقط از من میشه، اما او جدی نگرفت. حالا ببین که در کنارم هستی. انسانو بیوجدان. دینیز داره از بین میبره. جزای کارت میبینی. من مشکل ندارم، به خاطر تو آماده هستم حتی از بین برم. دینیزی کار کردم میتونه؟ دخترم بفرمایید آقا. ای چی است؟ امروز آوردن. کی آورد؟ یک کسی از قرارگاه آوردن. درست است، رفتم میتونی.
بفرمایین واصل کنین. شام بخیر. معذرت میخوایم جنرال صاحب. خواهش میکنم بفرمایین. به خاطر خواهرتان زنگ زدیم. به خاطر رنا؟ بله، فعلا ایشان مهمان ما هستن. خیریت باشه. کدام مشکل پیش آمده؟ میخواستم از نزدیک براتان توضیح بدم، اما وضعیتشان هیچ خوب نیست. از قبرستان زنگ زده بودن. ازشان شکایت شده، مجبور شدیم بازداشتش کنیم. قبرستان؟ اونجا چی کار داشت؟ کوشش کرده قبر دختر خدا باز کنه. فکر میکنم حالت روانیشان خوب نیست. اصرار کردیم که به شفاخانه بریم، اما قبول نکردن. از این خاطر خواستیم برای شما خبر بدیم. کار خوبه کردین. من متوجهش میباشم. زنده باشین. اگه این موضوع بین خود ما باشه بسیار خوب میشه. درست از جنرال صاحب، تشویش نکنید. بسیار تشکر. شنایی؟ 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 جانم؟ بیا بیشی. خبر شدم که دختره برده. سنجر، آله خو ای کار انجام دادیم، اما مطمئن هستی که دینیز نمیفهمه ده ای کار دست ماست؟ بعد از یک خبر شو میانشون فرقی نمیکنه، تشویش نکن. بله، امر کنن جنرال صاحب. با چشم امیالی میایم. چی کار داره ده ای وقت؟ نمیفهمم چی کار داره. حالا میرم. خداحافظ. اوف او کاملا عقل خود از دست داده. تازه از شر ابراهیم نجات یافته بودیم که ای دیوانه شد. کی برش مشوره میته ها؟ یا که تو برش چیز گفتی چطور ها؟ ما چرا برش بگویم قدرت؟ من از روز اول برات گفته بودم که بالاخره رنا از این موضوع خبر میشه، اما تو جدی نگرفتی. اشتباهی تو است. ما اشتباه نمیکنم. قدرت کارا قدرت تو خوب اشتباه هستی؟ نمیکنم. بگیره بنوش. میبخشین جنرال سنجر آمدن، خواستم خبر بدم. درست است میایم. جنرال سنجر روان میکنم. این مشکل با او حل میسازم. گوش کن، اگر رنا خواستم راید گپ بزنه گپ نمیزنی. با زنگایش هم جواب نمیتی. فهمیده شد یا نه؟ گوشای شنید؟ شنیدم. خوب است. نباید قسم دست زیر علاشا بشینیم. حتما سر ایلیف کدام مشکل آمده. شاید که چکر رفت. کجا چکر میزنه ها؟ تو چی میخوای بگویی؟ ایلیف و قسم دختر است؟ عصبانی نشو. از این پولی که برش دادی حتما کدام چیزش مانده رفته که بر خود بخره. نخیر بهتر است به امنیت بریم. به شفاخانه هم میریم. حالا دیگه نیست. بریم. موبایل پیش شما باشه. اگر کدام مشکل بود خبر بتین. درست است. ما باید از همسایه بپرسیم. شاید کسی دیده باشش. فکر خوبی است. تو در خانه باش، شاید کسی به خانه بیایه. فهمیدی؟ دستم موبایل پیش مبانین. اگه کدام گپ شد من براتون خبر میدم. بیا که بریم.
اگه به عقلی نکنی باز میکنم. دینی زنگ زدم. فهمیدم که تو اختطافم کردی. مرا نجات میدم. چو باش ایلیف، چو باش. جواب بده احمق، بگو که این کار ماست. ترسو جرأت نداری نه؟ دهانتو بسته کو. اعلام کو. اعلام کو. ترسیدی؟ من هستم شریک دولیا. تو دیوانه شدی. موبایل دینیس پیش تو چی میکنه؟ یازنی با دستای خود ایره برم داد. در ارجای ایلیفا میپلن. به خاطر خبر گرفتن ایلیفی را مونده. وقت آواز تا بشنون میفهمن که هم دستم هستی. فکر میکنم فراموش کردی که با کمک من ایلیفا بود. خب چی خدمت کنم بگو. جنرال سانجر برات نگفته که چی باید بکنی؟ تو جنرال از کجا میشناسی؟ ای همه از کجا میفهمی بگو. من از همه گپا خبر میشم. حتی میفهمم که روز چی میکنی شب چی میکنی. تو همراه من شوخی نکن. پس گوشایت باز کن و خوب گپای من بشنو. دینیس پیش پلیس رفته. به زودی جستجو را آغاز میکنن. باید عجله کنی. تو گپای ما رو شنیدی؟ حتما فهمیدی که دینیز نیست. با نظر تو کی است؟ پس بگو کی بوده میتونه. انسان های زیاد هستن که مانع عروسی شما میشن ایلیف. از اونا را برات میگم. بسیار متعجب خواهد شدی. اولش جنرال قدرت است. دومش پدر دینیز، یعنی خسر آینده تو. دروغ میگم. اونا به خواستگاریم اومدن. تو بسیار ساده هستی. از همین خاطر دوست دارم. خسر آیندهت نمیخواه که سر میز نکا بشینی ایلیف. گفت اگه لازم باشه زور استفاده کن. اما من برات یک فرصت دگام دادم. الهیم که احمق چی میکنی؟ بابا دست نزن. کی میتونه مانیمه شوه ها؟ دینیز؟ پس کجاست دینیز؟ اینجا فقط ما و تو هستیم. فهمیدی؟ فقط ما و تو. چی شده اردم؟ کدام خبر تازه است؟ از تمام شفاخانه پرسیدم، در هیچ جای نیست. پس کجا رفته ای دختر؟ یک روز قبل از نکاح کجا رفته؟ از تو خفه نشده بود؟ نه خیر رفیق، به خرید رفته بودیم. همه چیز بسیار خوب پیش میرفت. امکان داره مادرت برش چیزی گفته باشه. شاید از گپای اونا خفه شده جایی رفته باشه. به نظر تو امکان داره؟ خانم رنا موتر رو طرف است. من خودم میرم. خوب معلوم نمیچین کدام اتفاق افتیده؟ کسی که باید همراهش گپ بزنم شما نیسته. فکر میکنم خودش از ترس آمده نتونسته. شما غلط درک کردین. جنرال قدرت حتما در یک وقت مناسب پیشتان میای رنا خانم. فقط به خاطر موضوعات سیاسی آمدنشان به حوزه خوب نبود و می خاطر نامدن. به شما همین قسم گفت؟ پس لطفاً برش بگوین که
بعد از این هیچ چیز بین ما پنهان نمیمونه. تمام رازایی که درباره دخترم است آشکار میسازم. چند دقیقه بعد موتر میرسه بیادر. از ایستگاه حرکت کن. درست است بیادر. ابراهیم باید با هم ببینیم. حیرت از رعنا چیز شده؟ سر قبر دختر ما بیا. تو میخوایی چی بگویی؟ امکان داره دختر ما زنده باشه ابراهیم. چی شد کم راحت شدی؟ بیبی لیف غذایت سرد شد. دستایت باز کنم غذا میخوری؟ بسیار خوب. پاهای خودم باز کردم. بله باز کن. اگه سرد است میخوایی برات گرمش کنم؟ ضرور نیست. الیف تو و دنیز مناسب هم دیگه نیستین. هیچ وقت نمیتونین خوشبخت شوین. اما من میتونم تو را خوشبخت بسازم. جنرالم زنگ زده میره اما نمیتونم امرش بجا کنم. تو از من چی میخوایی؟ با دنیز زنگ میزنی میگه که زیاره دوست دارم. فقط همین. بعد از اون مرا رها میکنی؟ البته که نه خیر. منتظر میباشم تو علاقمندم شوی. الیف خواهش میکنم یک فرصت دگام برام بده. اجازه نده که امروی روی خراب کنم. بیازه برات اجازه نمیدم. قبول میکنی؟ جزایی کارت خود دادم الیف. فلیس به نظر من الیف بسیار ترسیده بود. مادر و پدر دنیز به خواستگاری هم آمدن اما فکر میکنم که راضی نیستن. انا میفهمم. خوش بود اما ادازم نگه قسم میبود برام میگفت. سهیلا ای چی است؟ سهیلا ای دوای بیهوشی است. هولیا تو تلفن با ما بده. چی شده؟ باید به اردام زنگ بزنم. بودل دوای بیهوشی پیدا کردیم. امکان داره الیف اختطاف شده باشه. صبر کو اگر سرت فایر میکنم. لعنتی. مادر به الیف چی گفتن؟ چی گفتن که رفت؟ بعد از بچه‌ام بعد از متاسف هستم برات. مادر برام بگو چی گفتن؟ گفتن نمیخوایم. چی گفتن؟ اینجا چی گپ است؟
پدر ایلیف در هیچ جای نیست. وقتی اون چرا بالای مادرت چیغ میزنی؟ حتما اینا برش چیزی گفته. در خریداریام روی خوش برش نشان ندادن. بعد از با خاطر تو سر قلب خود سنگ مونده همراه او دختر رفتم. پاداش تمام کارای امی است. ها امی است. بله بگو اردام. چی؟ اختطاف شده؟ درست است اردام، میایم. خداحافظ. کی اختطاف شده بچم؟ ایلیف پدر. از خانهشان بوتل دوای بیهوشی را پیدا کردن. کی کار انجام داده باشه؟ او احمقی که زیانام داره حتما او کار کرده. چرا این قسم فکر میکنی؟ زیا به ایلیف چرا رابطه داره دنیز؟ پدر درست پیش به من زنگ زده بود، مرا اخطار داد. میرم که حسابی کارش ازش بپرسم. احمق. تبا شدیم سنجر. درست است آرام باش. صبر کن، من این مشکل حل میسازم. ایلیف! 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 ایلیف کجاستی؟ ایلیف! رهنا تو چی میکنی؟ عقلت از دست دادی؟ میخوایم حقیقت بفهمم. قبرت چرا باز میکنی؟ نفهمیدی همه تو نیست؟ امکان داره دختر ما زنده باشه. شاید این قبر خالی باشه. شاید ما در قدر سال ناق بالای ای گریه کردیم. ابراهیم ایره کی برات گفته رهنا؟ او قابله برم گفت. کسی که در وقت ولادت پیشم بود. بیادرم طفل ازش گرفته. باز گفتم مرده تولد شد. اگه بیادرتی کار کده باشه باز مامو بیادرت در همی قبر دفن میکنم. زیا دنیز بچم خدا کنترل کن. دروازه را باز کن. زیا دنیز بیبی هیچ کس در خانه نیست. اگر کدام کاری انجام بدی خودت متهم میشی. بیا که بریم به حوزه پلیس مشکل اونا حل میسازن. ما اونقدر وقت ندارم پدر، فهمیدین؟ ما اونقدر وقت ندارم. زیا دنیز ایلیف کجاستی؟ ایلیف! ایلیف! بله؟ دختر در یک گوشه رها کن، خودت فرار کن. چی شده؟ دنیز فهمیده پلیس هم به تعقیب تو با شیطان دختر از پیشم فرار کرد. تو میخوای چی بگویی؟ دستم از زخمی ساخت و فرار کرد. چی؟ تو را زخمی ساخت؟ آدم احمق، از یک دختر نگهداری نتونستی؟ صداش شنیدم، بیهوش شده در کدام جای افتیده. من حتما پیداش میکنم. هر کاری که میکنی او را زود پیدا کن، از خود دور بساز. دنیز کجاست؟ در داخل است. او را از اینجا ببرین، ولی از خدا پیش مردم رشخند شدم. از داخل نشان یک منطقه را پیدا کردم. شیله حتما ایلیف اونجا بردن. دنیز گپ ناق نزن، از کجا میفهمی که اونجاست؟ درست پیش تهدید کرده بود.
باید ما و شما از هر نشانی پای استفاده کنیم. شما داخل برین، نشانی های انگشت و وسایل خانه را با بوتل سر بتین و بعدا برای من خبر بدین. حالا عجله کو، کلید موتور با ما بدین. بگی عجله کو. درست است. دنیز بچه اشتباه میکنی. پدر به هر قیمتی که میشه وحمقه پیدا میکنم. دلت که امرای میایی، دلت که نمیایی، مربوط خودت میشه. این قبر خالی است. اینجا هیچ چیز نیست رانا. این قبر خالی است رانا، خالی است. یعنی دختر ما نمرده، او زنده است. به تو وعده میتم دختر ما را پیدا میکنم و دختر ما میرسه، به او میرسه. دوایت آوردم آقا قدرت. از رسیدگی به مشکلات رانا خسته شدیم. سال هاست که حماقت او را تحمل میکنم. از اول باید هیچ مداخله نمیکردی. اجازه میدادی به زندگی که انتخاب کرده ادامه بده. هیچ کس بدل خود بوده نمیتونه. نه تو، نه سنم دخترم و نه خانم رانا. این قسم یک آزادی ندارین. هر چیزی که ما بخوایم امور انجام میتیم. فهمیده شد؟ ای بار واقعا یک اشتباه بزرگ میکنی. الیف کجاست؟ ببین ما آمدیم. الیف الیف تو خوب هستی؟ برو از اینجا، خدا لعنت، برو گم شو. تو را حتما نجات میدم، تشویش نکن. با من نزدیک نشو. الیف الیف گوش کو چی میگم، نترس، آرام باش، من تو را نجات میدم، درست است؟ خدایا خودت برام کمک کن. خدایا مرا از اینجا نجات بده. گفتی زیا؟ خدایا او چطور میتونه این کار انجام بده؟ درست است. خب پس ما منتظر خبرتان هستیم. سهیلا با زیا چی رابطه داره؟ همراه دنیز جنگ کرده، به او اخطار داده، گفته الیف حتما از من میشه. ها تا هنوز به من نگفتن، چرا پنهان کردن؟ مطمئن نیستن. به نزدیک شیلا یک نشانی پیدا کردن، به اونجا میرن. زیا همونجاست. یعنی اونا را پیدا میکنن؟ بله انشالله. دزم جنرال سنجرام همراهشان از فلیس. خوب است پیدا میشه. گفتن که پدر دنیز نمیخواه، اما او خودش با پالیدن عروس خود بیرون شده. او حتما پیداش میکنه. مردم کمی سرعت بگی. بچه میخوای ما را به کشتن بتی، بیاز سرعت زیاد است. خانه را پیدا کردن. همیاله از خانه فرار کن. لعنت به شیطان.
خانم رنا خوش آمدین. میشه دروازه را باز کنه؟ ای آقای محترم کی است؟ مهمان من هستم. درست است خانم. کی از دی وقت شب ها؟ من میبینم. رنا؟ ای آدم همراهی تو چی میکنه ها؟ بیادرم کجاست؟ تو اینجا چی میکنی ها؟ ایره تو میپرسی قدرت؟ اولاد ما را از ما گرفتی. او قبر خالی است. رنا قبر باز کردیم. نه جسد بود و نه کدام چیز دیگر. شما زندگی ما را تباه ساختین. 20 سال ما را. تو هم ایران میفهمیدی همه نیست. متاسف هستم برات. ایجا محافظین رو بخوای. اگه محافظین هم بیاین هیچ کس تو را از دست من نجات دادن نمیتونه. دخترم کجاست؟ دخترم کجاست بگو؟ سنم ایلاکا. سنم صبر کن. گفتم پدرم ایلاکا. صبر کن سنم تو چی میکنی؟ فایر کو سنم، فایر کو سرش. سنم دخترم این کاره نکن. مادر ما نیمه نشو. تو طرفدار کی هستی ها؟ تو مداخله نکو. سرش فایر کو گفتم. صبر کن سنم با خود بیا. سنم تو از حقیقت خبر نداری. پدر طفل ما را از ما گرفته فهمیدی؟ یادم کی است که اولادش باشه ها؟ هر کاری که پدرم همراه شما کرده کار خوب کرده. حاله از اینجا گم شده برین. قسم میخورم رحم نمیکنم. هر دویتون از بین میبرم. هیچ کس از ما حسابشو پرسیده نمیتونه. به خاطر که شما داخل خانه جنرال قلوردو شدین و بالایش حمله کردین. سنم ما از خود دفاع کردیم. درست گفتم؟ بسیار گپ خوب گفتی سنم، بسیار خوب. اگه حاله جرأت داری یک بار دیگه با پدرم دست بزن. عجله کن. ما بسیار خوب میفهمم که تو را چه قسم سر گپ بیارم. بریم. به همین آسانی بریم؟ حداقل یک بار با ما اعتماد کن. پدر آفرین دخترم، آفرین. پدر جان. پدر جانم. آفرین. صبر کن. دینیز منتظر ما باش. چرا تو هنوز نرفته؟ انسانی بیغیرت. الیف تو چی میکنی؟ ده اصل تو بگو چی میکنی؟ بگو الیف کجاست؟ الیف
شما کی هستید؟ معذرت میخوایم. ما اینجا به تفریح آمدیم آمر صاحب. بچه ما را تهدید میکنی؟ نه خیر جنرال صاحب، چرا تهدید کنم؟ فقط کمی با هم جنگ کردیم. مرا چی به او دختر؟ بریم. چی شده دینیز؟ در داخل کسی دیگه است. براتان خود گفتم دوست دخترم در داخل است. تو چی نقشه داری ها؟ شما تشویش نکنین جنرال صاحب، همه چیز تحت اداره است. چند دقیقه بعد خودم پشت لیف میرم. امیدوار استم امه قسم شوه اشتباه بعدی را قبول ندارم. اگر نه نمیبخشمت. حالا دیگه درست است، تشکر میکنم. در داخل خانه نشانه انگشت نیست. دنیز کافی است دیگه. عجله کو، باید خانه بریم. این موضوع را بسته میکنیم. بیبی دختر فهمیده که نمیشه رها کرد رفت. از تو کده هوشیارتر بود، درست است؟ عجله کو، قبل از اینکه بیاب شویم باید از اینجا بریم. هلا هر دو تو هم بشی. عجله کو. الیف کجاستی؟ ببین آمدم. الیف تو کجاستی بگو. لعنت به شیطان. ببخشید، این موتر به استانبول میره. بله. بیادر، ما پول ندارم اما بسیار در مشکل قرار دارم. اگه در موترتان جای است میشه مرا تا اونجا ببرین؟ کدام گپ نیست خانم، بفرمایید. پس یک بار به یک جای زنگ زدم میتونم؟ درست است، اما عجله کنیم. زنده باشین بیادر. میبخشید، ما باید یک جای زنگ بزنم اما پیش ما پول نیست. درست است، مهم نیست. بفرمایید. بله؟ هولیا؟ خواهر؟ میشه بگوی او تلفن پیش تو چی میکنه؟ دینیز بیادر برم داد. تو ایربان بگو که در کجا هستی؟ در شیل هستم. زیا مرا اختطاف کرده، به مشکل خدا نجات دادم. اما حالی یک موتر پیدا کردم میایم. خواهش میکنم به دینیز خبر بده که در ایستگاه بیایه. درست است تو تشویش نکو. من برش خبر میتم خواهد آمد. متوجه خود باش. بسیار زیاد متوجه خود باش. بسیار زیاد تشکر. چی شده؟ کسی زنگ زده؟ نه خیر، دیدم که کسی زنگ نزده باشه. تو هنوزم در جستجوی ایلیف هستی؟ نکامت درست. بیا که یک جای ازش پذیرایی کنیم.
چرا به خود درد میتی بچه یک دانیم؟ معلوم میشه تو را دوست نداشته. اگر نه ما خو وظیفه خود به خوبی انجام دادیم ایره خو میفهمی. خواستگاریام کردیم، به خرید روسیام رفتیم. مادر ایلیف و قسم دختر نیست، حتما در کدام مشکل بند مانده. این قسم میگی بچیم، اما پلیس چرا پیداش کرده نمیتونه؟ دزم تو بالایو بچم تهمت کردی. بچیم پشت او دختره ایلا کو. این موضوع را بسته کو. اگه ترکت کرد پس تو هم ترکش کو. مادر حتما کسی به ایلیف ضرر رسانده. اگر نه او قسم دختر نیست که یک روز پیش از نکاح ترک کنه همه چیزه. دنیز بس است دیگه بچم، بس است. بگو کی برش ضرر میرسانه؟ کی؟ نشرم بگو که پدر دختر فرار داده. بگو نه دروغ میگم شنایی میخوای همیره بگویه. حالا نشرم بگو بچم، بگو دیگه. بله پدر، این موضوع به فکرم آمد. درست است، به فکرم آمد. من چی گفته بودم شنیدی؟ چی میگم؟ من دروغ نمیگم. برو بچه برو، رفته میتونی. برو بچه برو، کمی تنها باش و او دخترم از فکرت بیرون که. برو دیگه برو. سنجر چرا قسم میگی؟ شک میکنه. شنایی این روشم است، ها روشم است. او آدم چی کرد؟ دختر پیدا کرده تا نیست؟ احمق تا هنوز پیدایش نکده، دال جستجو است. اگه او دختر دوباره به خانه برگرده ما تبا میشیم، از بین میریم. چو باش مام نمیفهمم چی کنم. صبح بخیر. صبح بخیر. سنم کجاست؟ حتما در اتاق خود است. خانم سنم بیرون رفتن آقا. بیرون رفتن؟ بله. ما دیشب نگفته بودم که سنم نباید از خانه بیرون بره؟ ها؟ ما برش گفتم اما تنابا گفتن نمیشه خانم ایجا، باید متوجه دختر خود باشی، فهمیدی؟ فقط برش گفتم. اگر نمیخوایی که به خواهرت ضرر برسه پس خاموش باش. چی شد جواب نمیتا؟ حتما نشونیده، هر وقت متوجه شد زنگ میزنه. حتما سنم است. شماره ناشناس است. بله. در مقابل دخترم میخوایم. میخوای چی بگویی؟ هیچ کس را در این کار دخیل نمیسازی. اگه نباره دیگه دخترت دیده نمیتونی. گوش کو که چی میگم. اگه با یک طور موی دخترم هم ضرر برسانی باور که تو را از بین میبرم. قدرت سنم چی شده؟ گوش کو، او دخترم است. دختر قدرت کارهای از فهمیده شد یا نه؟ بله، انسان بالای اولاد خود دل میسازانه، متونیست؟ حال نی رتبه و نی مقام برات فایده رسانده میتونه. دخترم بته، دخترت بگی. بگو برم دخترم کجاست؟ بله، دخترم کجاست؟ قدرت چی شده؟ گنگه گو خدا. هولیا خواهر خبر نداشتم منو تعقیب کرد. درست از گریه نکو تو را نجات میدم. خدا جزای تبت احمق. ما به تو چی ضرر رساندیم؟ تو از ما چی میخوایی؟ تو مرا مجبور به این کار کردی. تو حالا آخرین فرصت برات میتم، اگه عقل داری ازش استفاده کو. خواهش میکنم خواهر من رها کن. چیزی را که گفته بودم باید انجام بدی. فکر کن که چیزی نشده و پیش دنیز رفته.
سر میز نکاح میشینی و در آخرین لحظه با چشمای دینی سیل کردم میگی که من از زیاره دوست دارم. نه خیر، نه خیر، من این کارا کردن نمیتونم. ای قسم است. پس ببین صبر کن. درست است. صبر کن الهیشو، هرچی بخوای انجام میدم. کافیست که خواهر من رها کنی. درست است. من قبول کردن نمیتونم. باید برش بگویی که الیف دخترش است. اگر من چی شده؟ همه قدر ظلم کافی نیست؟ کم بود چشمای ما بسته کده بیارنم اینجا. دعا کو که زنده آمدی. او احمق دخترم اختطاف کرده. ابراهیم میگی؟ با ما تمثیل نکو. تو هم در ای کار دست داری. ابراهیم ای کار نمیکنه. هرگز نمیکنه. او احمق مرا تهدید کرد. گفت که در مقابل دخترم بته. عجله کو. برش زنگ بزن تا دخترم بیارم. زنگ بزن. ابراهیم میشه بگویی که تو چی کردی؟ رانا تو در این کار مداخله نکن. با بیادرت بگو اگه میخوای به دختر خود برسه باید دختر ما بگویه. ای کار نکو ابراهیم. گوش کن سنم در ای کار هیچ گناهی نداره. دختر ما هیچ گناهی نداشت. با بیادرت بگو در قبرستان منتظر هستم. به غیرت چی گفت؟ ابراهیم تصمیم خدا گرفته بیادر. من هیچ کاری کده نمیتونم. هیچ کس کاری کده نمیتونه. باید گپش قبول کنی. دنیز الیف کجا بودی؟ با تشویشت بودم. کجا بودی؟ بسیار با تشویش بودم. بیبی آلخا آمدم. کجا بودی؟ خوب خواستی؟ میگم برات لطفاً آرام باش. آرام باشم. فکر کردم اختطافت کردن. او قسم نیست. من خودم رفته بودم. چرا؟ ترسیدم. از چی ترسیدی؟ از اینکه به تو ضرر نرسه. خانواده‌ات به عروسی ما راضی نیستن. تو میره میفهمی. بس است دیگه. بس است الیف. نمیخوایم در این باره بشنو. خواهش میکنم یگانه خواست من عروسی کردن با توست. من خسته نساز. جگر خونم نساز. وعده میدم دیگه نمیگم. درست است. پس بیا که بریم. باید آمادگی نکاره بگیریم. دیر نشه. بریم. بیاین. این کار طلبش 12 کسی مانده بود. رفتم میتونیم. ای خو حسنم است. این دستمال خو حسنم است. قدرت حال ما چی کنه؟ خانمی جان اینجا دوای ما بیار. زود چه گفتم؟
ما باز میکنم. الیف تو کجا بودی؟ الیف تو را چی شده جانم؟ بسیار ترسیدم، بسیار به تشویشت بودیم. چی شده میشه که برای ما بگویی؟ مهم نیست، بعداً باز گپ میزنیم. در زمین باید حالا آماده شویم همتونیست، باید به نکاح بریم. مادر، دینیس پدرم کجاست؟ در خانه است. چی شده بچه؟ پدر، الیف پیدا شد، خبر شدی؟ چطور پیدا شده؟ مهم نیست مادر، بعداً براتون میگم. آماده شوین، باید به نکاح برسیم. یعنی چی سنجر؟ حالا میپرسم خانم. الیف در مقابل همگی میگه که مرا دوست داره، فهمیده؟ این نقشه به نفع ماست جنرال صاحب. مطمئن هستی؟ خب بعداً باز میبینیم. برو آماده شو. نباید بچه خود در روز خوشی تنها بانیم. بالای ما باور داشته باش. برو، باید سر وقت برسیم. دخترم کجاست؟ اصل تو برم بگو که دختر ما کجاست؟ او را مشناسی؟ دختر ما میگی؟ با فرزندی داده بودمش. از بدشانسی ما او با شهر آمد. اما شما را تنها میمانیم. بسیار زیاد مقبول شدی. در خوابم همه قسم دیده بودم دی. تو مرا در خوابم دیده بودی؟ اما این حقیقت است الیف. تا آدم مرگ از هم جدا نمیشه.
نام تخلصتان چی است؟ الیف گورال. نام تخلص شما؟ دنیز آیدین. به خاطر عروسی کردن با یک دیگه‌تان به دادگاه رسمی درخواست داده. نظر به تحقیقاتی که مامورین ما انجام دادند، هیچ نوع ممانعت به خاطر عروسی شما پیدا نشد زوج جوان. حالا یک بار دیگر در حضور شاهدین و مهمانهای ما اگر بیان کنین که شما میخواین عروسی کنین، باز ما میتونم شما را خانم و شوهر رسمی اعلان کنم. شما الیف گورال. فکر میکنم کمی هیجانی هستین. دوباره از شما میپرسم خانم، شما الیف گورال، آقای دنیز آیدین، بدون هیچ نوع فشار شخصی یا چیزی با رضایت خودتان با صفت شوهر خود قبول دارین؟ به عنوان شوهرم قبولش دارم. مرا نجات بده. میمرم. نشانی دختر ما برام میگی؟ برام میگی نه؟ میگم. مرا نجات بده برات میگم. چی میشه؟ درست است تو رو نجات میتم. بخیز به شفاخانه بریم. بلند شو با ما تکیه کن. الا یک عمر خوشبختی برتان آرزو میکنم. بسیار تشکر. عروس خانم ایره به شما میدم. قرار بود ما ای ازدواج شویم سنجر، اما با دستای خود ما بچه ما را برش دادیم. شنایی درست است، خاموش باش. نمیخوایم بیشتر از این عصبانی شوم. پدر با ما تبریکی نمیتین؟ خوش باشی بچه. مادر جان بالاخره با آرزوی خود رسیدی ها؟ از برکت شما کمکتانه هیچ وقت فراموش نمیدانم. خدا را شکر ای روز آرام دیدیم. انشالله شاهد روز جدا شدنتانم خواد بودم. بگو جنرال، بگو. خواهش میکنم بگو دختر ما کی است؟
دختر ما کی است؟ شاید از بین بری جنرال. بخیز چشمایتا باز کو. تو کجاست ابراهیم؟ رنا، هرچی زودتر به شفاخانه دولتی بیان. چرا؟ نه که سنم چیزی شده. ابراهیم بگو تو چی کردی؟ سنم چیزی نشده. سنم خوب است. بیادرت مسموم شده. هیچ نفهمیدم چه قسم شد. یک دفعی به زمین افتید. عاجل بیا، وضعیتش بسیار خراب است. خدایا خودت کمک کن. تو مرا در چی حالت قرار دادی؟ چرا گپای ما گوش نکردی؟ کافی است رنا. بیادرت میموره. عاجل خدا برسان. عجله کو دیگه. لبخند بزنید. دخترها شما پیش بیایید. بیاین. جنرال صاحب شما اینجا استاد شوید. لازم نیست، شما بگیرین. بازم لبخند بزنید. هرقدر سرش گپ بزنیم هنوزم لبخند میزنه. به نظرم گپای ما را ندیده میگیره. بیشرم. دنیس، من پس میام. بفرمایین پدر. شما چه وقت خانه میرین؟ اول به قبرستان میریم. باید به زیارت مادر الیف بریم. بعد از او به خانه آمده وسایل میگیریم. وسایل چی بچیم؟ میخواین جایی برین؟ به ماه از سال میریم. تازه ازدواج کردیم، میفهمین دیگه. البته چرا میپرسی سنجر جان؟ اینا تازه ازدواج کردن، باید به ماه اصل برن. البته شنایی جان، باید برن دیگه. دینیس بیا که با هم عکس بگیرم. عجله کو، زود شده دیگه. بیا حالا. با اجازه تان. ماه اصل سرتان زهر شوه انشالله. این دختر به ما درد سر ایجاد خواهد کرد. جنرال قدرت نجات یافت، اما ما با درد سر گرفتار شدیم. بیادر ایره چی شد؟ چطور به این وضعیت رسید ها؟ گپ ناک نزن. مام نمیفهمم. پرستار نیست، دکتر نیست این شفاخانه. بیادر صدای من میشنوی؟ بیادر با ما اجازه بتین؟ حقیقت بگو، این کار تو است؟ گپ ناک نزن. من به مرده بیادرت نی، به زندهش ضرورت دارم. یگانه کسی که نشانی دختر من میفهمه بیادرت است. گفت که دخترت برات بسیار نزدیک است. چطور با من نزدیک است؟ نمیفهمم. گفت اگه مرا نجات بدی برات میگم. پس هر چه زودتر برو سنم اینجا بیار. دیگه چیز را پنهان کرده نمیتونه. بیاز اعتراف کرد. دیگه نمیتونه چیز را از ما پنهان کنه. او را نمیفهمم، اما بعد از این دیگه دختر خود از دست دادن نمیتونم. هر وقت که دختر ما پیدا کنم همون وقت سنمم رها میکنم. اگه تو مادر او هستی باید با ما کمک کنی. ما تو عروسی کردیم. حال تو خانم ما شدی. این قسم نگو لطفاً. این قسم نگو، قسم نگو. میگم، حتی به همگی میگم.
ما ازدواج کردیم دینیز تو چی میکنی؟ بالاخره عشق ما به دست آوردم این چی میکنه دیگه؟ به همگی میگه که با ایلیف ازدواج کردیم. کاش ما با هم عروسی میکردیم. دینیز پیش همگیرش خند شدیم. برو دیگه زود شو. همین جزایت بود. تو خو مرا کم نرنجاندی. حرکت کو. جزایت بود جزایت. کم مرا خو پشتت ندواندی. سرم هیچ رحم نکدی. اما حال دیگه ناز ختم شد خانم ایلیف. برای چند دقیقه بسیار ترسیده بودم که رد نکنی. اگه میگفتم چی میکردی؟ میمردم. دیگه زنده بودن نمیتونستم. دینیز با امضا کردن اون نکاح خط در اصل فرمان مرگ تو رو امضا کرد احمق. جنرال صاحب هر چی که از دست مامت انجام دادم. خواهرش شکاف کردم اما منصرف نشد. اگه بک پای ما عمل میکردی حالا همه چیز خوب میشد. لوده یک کاری از تو خواستم تو به کاره انجام دادن نتونستی. هوش کنی دیگه پیش من نیایی احمق لوده. آله خودم جزایتونم میتم. او را هیچ چیز نشده. انقدر میخوایی سرش جیغ بزن. در اصل ما تباه شدیم. این جنگ اونا بردن درست است اما هنوز جنگ ختم نشده. بعد از این من میفهمم امرایشان چی کنم. گفتی تو را دوست داره. گفتی خواهرت به خاطر تو هر کار را انجام میتم. نمیفهمم. چشمایم سیل کردن نکاح خط امضا کرد. من از کجا بفهمم؟ وقت از اینجا رفت گریه میکرد. هی که تو برش چیز گفتی ها؟ این نقشه از شما بود. برام بگو این نقشه از شما بود. من دیوانه نیستم. ماما هم دست تو هستم از اون نفرت دارم. پس از کجا فهمید؟ با چی اعتماد کرده امضا کرد؟ نمیفهمم. اما تشویش نکن. دانه دانه حساب کارهای خود خواد دیدن. با دستای خودم او را از بین ببرم. باز خواد دیدی. لطفا این کار نکن. عذر میکنم. چی میشه هرچی بخوایی انجام. هرچی میخوایی انجام بده. حال دیگه هیچ فایده ای نداره. اگه من از بین ببری ایلیف از تو هیچ وقت نخواد شد. او از من میشه. اگه مثل دبانم یک چانس داری. ای را فراموش کن. منصرف شده. اگه من از بین ببری چی میشه؟ امروز یا فردا دستگیر میشی آدم بیعقل. در زندان پیر خود شدی. ایلیف از دست میدی. برات وعده میدم یک نقشه طرح میکنم که قبل از 2 ماه از دینیز نفرت کرده دویده پیش تو بیایم. باور کن. چطور این کار انجام میدی؟ او را بان به من. ارزشم تان کردن دارم. چیز را از دست نمیدی. دستم سلامت دست تو هست. اگه موفق نشدم من از بین ببر. به وعده که داده بودم وفا کردم. دخترتان خانم رسمی شد. ناموسم شد. زندگیم شد. همه چیزم است. تا زنده هستم از این حمایت میکنم مادر. با تشویش دخترتان نباشین.
دیگه اول به خداوند و بعداً به یک دیگه خود امانت هستیم. دانشگاه خودم ختم میکنم. امروز با لباس عروسی پیشت آمدیم، یک روز با لباس فراغتم پیشت میایم. خداوند جنت ها را نصیبت کنه مادر. فقط گلا دعای ما دیگه هیچ چیز از دست ما ساخته نیست. حقتانه ببخشید. اجازه بتین لطفا دور شوین از اینجا. ما را اجازه بتین، یک دقیقه اجازه بتین. شما دور شوین، پایین که شدن باز میتونیم که سوال کنیم. لطفا از اینجا دور شوین. من خواهش میکنم دور شوین. گفتن که شوهرتون مسموم شده، حقیقت داره؟ لطفا دوست از ما چیزی را نپرسید. من چیزی را نمیفهمم. به نظر شما این کار قصداً صورت گرفته؟ لطفا اجازه بدین. قبلا تهدید شده بودین. لطفا سوال ما را جواب بدین خانم جان. خدا شما را لعنت کنه. همراه شوهرم چی کردین؟ دخترم کجاست؟ او قاتل ابراهیم کجاست ها؟ آرام باش، قسمی که فکر میکنی نیست. ابراهیم هیچ گناهی نداره، بیادرم زهر نوشیده. مقصر اصلی تو هستی. تو ابراهیم به جان شوهرم روان کرده بودی. هر دویتان قاتل هستین، هر دویتان. اگه ابراهیم بیادرم به شفاخانه نمی آورد حال وقت از بین رفته بود. او زندگیش نجات داد. دروغ نگو. تو به خاطری که او احمق زندانی نشه بیادرت آوردی. تو چه قسم یک وجدان داری؟ رناده یک طرف بیادر تو طرف دیگه بیادرزاده. چطور این کار کردی ها؟ چطور چشم پوشی کردی؟ اما میفهمی که حالا من چی میکنم؟ بیرون رفته به تمام خبرنگارا حقایق بیان میکنم تا همگی خبر شود. درست است، بریم بگو. حتی بریم یک جای برشان بگوییم. به خاطر که مطمئن باش مام چیزای زیادی به گفتن دارم. تو از کدام وجدان گپ میزنی؟ سالا پیش این وجدان تو کجا بود ها؟ طفل کوچک معظم گرفتین. چطور تانستی قدر سال خاموش باشی؟ چطور تانستی شبا بخوابی؟ ها؟ یعنی میگی که خوب کار کردین؟ میگی جزای ما بود همه تو نیست؟ نه، من این قسم نمیگم. اگه میگفتم پیش پلیس میرفتم. ما میخوایم این موضوع بدون ضرر رسیدن به کسی دیگه بسته شود. حتما بیادرمان پشیمان شده همه تو نیست. در لحظه آخر گفتن نشانی دخترت برات میگم. شفا باشه. شوهرم چطور است؟ خطر مرگ پشت سر گذاشتن. کاملا سر وقت به شفاخانه آورده شده. میدیشش هستیم. خدا را هزار بار شکر. میشه بگوین چه قسم مسموم شده؟ به احتمال زیاد به آبی که نوشیده علاوه شده. باید داریم که در 4 ساعت اخیر چی خوردن یا نوشیدن؟ شما هم روشن بودین خانم؟ باید داریم که در طول روز چی خوردن؟ بسیار زیاد جگرخون بود، چیزی زیاد نخورد. اما آب نوشید. میخوایم که به زودترین فرصت به شفاخانه نظامی منتقل شود. درست است؟ البته که کار میکنم، تشویش نکنین. اما مریض باید کم استراحت کنه. بازم شفا باشه. زنده باشه. برات خود گفتم هموته نیست. ابراهیم هیچ گناهی نداره. او به بیادرم ضرر نرسونده. او به اندازه احمق نیست که یگانه چانس خود از دست بده خانم بیادر. پس به ابراهیم بگو که همیال دخترم بیاره. همیال بیارش. زنگ بزن. و دختر من او چی میشه؟ لطفاً کمکم کنی.
کمکم کنید. لطفاً کمک. کسی صدای ما بشنوه. لطفاً کمکم کنید. کمک. کمکم کنید. کسی هست؟ لطفاً. زیاد چیغ نزن. اینجا کسی صدایت شنیدن نمیتونه. تو اینجا چی میکنی؟ پدرم تو رو چطور ایلا کرد؟ پدرت در وضعیت نیست که به ما ضرر میرسان. عدالت الهی است دیگه. و قدر انسان ها بدی کرد. حالا هم جزای کارهای خودم میبینه. پدرم چی شده؟ چیز نشده. یک مدت تا که خوب شوه مهمان من میباشی. انسان احمق، تو با پدرم حتما ضرر رساندی. آرام باش میشی. بیشتر از این اعصاب مرا خراب نساز. راستش برات ضرر میرساندم اما من مثل پدرت قاتل نیستم. نمیخوایم قاتل شوم. بیشتر از این اعصاب من خراب نساز. مثل آدم در جایت بیشی و غذایت بخور. اگه عصبانی شوم باز نمیفهمی که چی میکنم. نسل شما را باید از بین ببرید. کاش که پدرم در وقتش تو را از بین میبرد. حتی او دخترتم. مطمئن هستم که دخترتم مثل تو هست. مثل تو یک انسان احمق است. مطمئن هستم. انشالله طرف من رفته. خدا ناخواسته طرف مامای خود نرفته باشه. کی میخواه مثل پدرت قاتل شوه؟ من از اینجا بیرون کن. بیرون کن. بیا پایین شو. مرا دستتم. تبریک باشه جورای مقبول. تبریک باشه. همگی طرف ما سلم. در قصه ایشان نشو. بیا. خانمت میشرمه پایین شدن نمیتونه. به منطقه ما خوش آمدین عزیزان. خوش آمدین. خوش باشین. شما بیاین دیگه. خیریت باشه. تو کجا میری؟ یک گلاس چای ننوشیم؟ البته می نوشیم. سهیلا، فلیز، شما داخل بیایید. اردم جان اگه خواسته باشی همسایران بخوای چطور؟ لازم. بیبی در موتر چوکلیت هم آوردیم. اگه میخوایی که بیارم. بیا تا که دانو بینی تا بشکنانم. فهمیدی؟ دخترارم گرفته گم شو. در پایین باغچه چای است. برو در اونجا بنوش. داخل بریم بیاین دیگه. نه خیر خانم بیادر. باز کدام وقت دیگه میاییم. به اندازه کافی نوشیدیم. به هر صورت میخوایم تو را با آغوش بگیرم. شاید چند روز نتونم ببینمت. همیشه خوش باشید. سهیلا لطفا نرین. اگه تو اجازه ندی بیازو من نمیرم. خواهر جان ما همیشه خوش باشی. چند دقیقه دیگه می بودین. نیم ساعت دیگه. وقت رسیدین حتما به ما خبر بدین. درست است؟ خداحافظ خانم بیادر. خداحافظ.
اردام بیادر جان به خاطر همه چیز تشکر. سایش سر شما بفته انشالله. یک گلاس چای خو بیار، زود نوشیدم میریم. چطور؟ احمق برو گم شو برو لوده. خداحافظ. خداحافظ. دنیز چی میکنی؟ به خانه خود ما خوش آمدی. بیا که این مشکل یک جای حل بسازم خانم بیادر. بیادرم تصمیم گرفته که برش بگویه درباره دخترم یک کلمه، یک سرنخ. لطفا یک چیز خوب بگو. اوف رنا بیبی اگه ای کار کنی ابراهیم حتما سرم اینجا میاره. این موضوع هم بسته میشه. درست است؟ ابراهیم زنگ زده. دخترم ما زنده است. اجازه ندارین او را از ما دور بسازین. قبول میکنم در گذشته اشتباه کردین، اما ما آماده هستم که فراموش کنم. کافی است که او را به ما بتین. ما دخترم میخوایم. خانمیشه ما میخوایم دخترم ببینم. هیچ چیز را ثابت ساخته نمیتونی. به غیر از توافق کردن با قدرت دیگه چاره نداری. اگه به تار موی سنمم ضرر برسه تا ابد به دختر خود نمیرسی. فهمیدی؟ حالا عقلت به سرت بگی و مثل آدم رفتار که دخترم برم بیار. با کسی توافق نمیکنم. بعد از این ما امر میکنم با جنرال قدرت بگو دخترم پس بیار. اگه نه دختر خود دیگه دیده نمیتونه. میگه دیگه دخترت دیده نمیتونی. میگه با کسی توافق نمیکنم. یک چیز خوب بگو. اگه ابراهیم این قسم یک گپ گفته باشه پس به نظر من باید بترسین. برای 5 دقیقه به دیدن مریضتان رفته میتونین. قدرت میخواستن مر از بین ببرن. میخواستن مر از بین ببرن. همراه ابراهیم گپ زدم. گفت نمیتونین دیگه دختر خود ببینین. چی میشه قدرت یک کار خوب کو؟ او احمق کجاست؟ فرار کده اما تو نیست؟ تو را او به شفاخانه آورده و بعدن فرار کده. سنم پیش او است. ما تهدیدش کدم اما
هیچ فایده نکرد. از یک طرف او از طرف دیگر رعنا بالای ما فشار میارن. قدرت برش چیز گفتی؟ قدرت چی میکنی؟ الهیم کو. تو به اونا چیز گفتی ها؟ گفتم قدرت الهیم کو. منه تو برش گفتی. تو ما چی گفتیم؟ داخلین لحظه برش گفتی مرا نجات بده تا نشانی دخترت برات بگویم. دروغ میگه. دروغ. قسم یک چیز نگفتیم. نمیگم. گوش کو که چی میگم. متوجه باشی امرای اونا معمولا نکنی. متوجه باشی. تو از مرگ برگشتی، هیچ خبر نداری که سنم زنده است یا مرده. هنوزم نمیخوای معامله کنی. به فکر دختر خود هیچ نیستی. قدرت ها. بس از جانم. او بسیار احمق است. هیچ کس از بین برده نمیتونه. اگه ای کار میکرد سالها پیش انجام میداد. او وقت فرق داشت. انسان از عشق خود منصرف میشه اما از اولاد خود نمیشه. قدرت اشتباه میکنی قدرت. از عقلت استفاده کو. همچنان دهنت بسته نگاه کو. حال برو با خبرنگارا بگو. منتظر معلوماتی که اصلا برشان میتم. فقط همین برات مهم است؟ بله مهم است. ببینین که قدرت کارای سر پای خود استاد میشه. بله همراه بیادرم گپ زدی؟ عقب نشینی نمیکنه همتون نیست؟ تو چی تصمیم داری خانم بیادر؟ ها با خاموشی خود ادامه میدی؟ آقا قدرت خواستن به روزنامه نگارا خبر بدین. وضعیتشان کاملا خوب است و درباره حادثه خودشان میخواین که معلومات بدن. خانه خوشت آمد؟ بله بسیار خوشم آمد. کمبودار یک جا میخره. بیا ببین اینجا اتاق خواب ماست. قرار است که سفر بریم. من میرم که آماده شم. درست است. مام لباسای خودت تبدیل میکنم. ما که تبدیل کردم باز تو تبدیل کن. Evimizin önünden dere akar denize. Yaşlansaydık sevdum senin ile diz dize. Kara yemiş dalının açtı beyaz çiçeği. Bu sevdadan fayda yok, geçirmişiz zamanı. Yüce dağ değil dumduman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha
Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Çalma kemençem dertli, zaten yüreğim yara. Böyle ayrılık olmaz, hep mi bu bahtım kara? Cibran'ın yalısına vardır küçük bir liman. Gelmeyelim göz göze, ağlarım dayanamam. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevduğum beni ağlar, ah ben de sevdim. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. تو اینجا چی میکنی؟ فکر کنم فراموش کردی مام در همین خانه زندگی میکنم. اجازه بده ببینم. تو بسیار پیر هستی. ایره ببین موهایت سفید شده. اگه میفهمیدم نمیگرفتمت. بله سفید است، یعنی از طفولیت سفید. دندانایتم کلش ریخته تو با چاره نیست دیگه. یک بار قبول کردی، حالا باید تحمل کنم. چی کنم دیگه؟